درود فراوان. برای دیدن دره توبیرون باید باشی بیای شهر دسفول، از اونجا با ما هماهنگ میشی و ما با علی آبزاده سرتیم گروه آفرودمون هماهنگ میکنیم. شما باشون پا میشی با ماشین آفرود، پیاده هم میتونی بری ولی من پیشنهاد نمیکنم. بعد از اینکه سوار ماشین آفرود بشیم یک مسیر 15-20 دقیقه‌ای قایقی مزخرف رو رد می‌کنیم، وارد بیشهزار میشیم. یه بیشهزار به این صورت همه ماشینا به صورت گروهی حرکت می‌کنیم و کلی آب‌بازی داریم، کلی چالش داریم، کلی خوشگذرونی داریم و بعد از اونم وارد خود تنگه توبیرون میشیم. وارد تنگه توبیرون اینجا ماشینا رو پارک می‌کنیم، یه مسیر 1 رو 20 دقیقه رو پیمایش می‌کنیم، میریم آخرای تنگه یکی دو تا آبشار کوچولو داریم می‌بینیم و اینجوری توضیحات واسهتون داده میشه و بعد از اون هم خیلی زیبا، راحت و آروم در کنار هم دیگه برمیگردیم و به صورت گروهی یکی از بچه‌هام به این شکل گزارش میکنه که خیلی جوگیر شده البته، حرکت میکنیم و برمیگردیم تا برسیم به شهر دسفول. یک سفر خیلی عالی و خوب رو از ما بخواید با حضور آقای علی آبزاده که سرتیم گروه آفرودمون هستن.